سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به کلاس درس من و خیلی خوشحالم از این که تونستم یه کاری بکنم که بعضی از دوستانی که اینقدر برای من کامنت میفرستادن یا پیام میفرستادن توی تلگرام که منتظری همچین دوره‌ای بودن که براشون همچین دوره‌ای رو تهیه بکنم، خدا کمکم کرد که بتونم همچین دوره‌ای رو فراهم بکنم. من یه بار دیگه میگم این دوره به درد کیا میخوره. ببینید، اولا هر کسی که بخواد امتحان نهایی توی گسسته بده، حالا فرقی نمیکنه چه امتحان نهایی باشه چه امتحان داخلی کلاسی باشه، ولی بیشتر من مخاطب هدفم کسایی هستن که میخوان سوال امتحان نهایی توی شهریور، خرداد یا دی ماه حل بکنن. قطعا این دوره یکم مفیدترین دوره‌ایه که میتونه بگذرونه، چون 0 تا 100 گسسته رو من توش تمام سوالاتی که فکر میکنید ممکنه تو امتحان نهایی بیاد و من باهاتون کار میکنم تو این دوره. دوم این که کسایی که تصمیم دارن نمره بالای 18 بگیرن، یعنی در واقع بچه‌هایی که ترمیم معددین، قطعا این دوره خیلی دوره مفیدیه واسه شون. حتما تا پایان کار با من باشن، کارهایی که میگم رو انجام بدن و حتما اون چیزی که دلشون میخواد، برداشت که دلشون میخواد خواهند داشت. یه قول دیگه هم دارم بهتون از همین الان میدم که به امید خدا اونم حتما انجام میدم. اونم اینه که وقتی این دوره جمع شد میرم سراغ اون بخشی که باید کار تست انجام بدم و اونجا دیگه قوقاست و میتره کنیم با هم دیگه به امید خدا. یه چیزم تو پرانتز بهتون بگم و برم سراغ حل مثال. دقت کنید بچه‌ها، اگه به هر دلیلی ناامید شدی، به هر دلیل نمره پایین گرفتی یا حس میکنی که در توانت نیست از پس این درس بر بیای، تو رو خدا اینا رو همین الان بریز دور، چون قراره به هم قول بدیم برای نمره بالای 18 تلاش بکنیم. کارایی که میگم رو انجام بده، با من باش و چیز سختی نخواهی داشت. یعنی قطعا اگه با من حرکت کنی، اون چیزایی که بهت میگم انجام میدی، 28 سال تجربه تدریسم میخوام در اختیارت بذارم. با من پیش برو تا انشالله به امید خدا پرچمون بریم بالا. خب کمتر حرف بزنیم، بریم سراغ مثال. بخش اول مثالا همونطور که گفتم میخوام راجع به استدلال مستقیم، مثلا کلا استدلال‌ها رو قرار بررسی کنیم، بعد بریم سراغ مطالب دیگه. راجع به استدلال مستقیم سوال دادم. یه سوال خیلی معروفه، این سوال چندین بار سوال امتحان نهایی بوده یا معلمای دیگه هم علاقه دارن سر کلاسشون از این سوال بدن. توش یکی دو تا اصطلاح هم داره، اینا رو تعریف میکنم بعد سوال حل میکنم. اول بخونیم سوالو. خب سوال چی بوده؟ گفته ثابت کنید میانگین حسابی 5 عدد صحیح فرد متوالی، من نفس افتادم، برابر عدد وسط خواهد شد. یه دو تا اصطلاح قلمبه سلمبه توش داشت. یکی میانگین حسابیه. میانگین حسابی چیه؟ خیلی ساده است. شما میانگین حسابی چند تا عدد میخوای به دست بیاری، کافیه اون چند تا عدد با هم جمع کنی، جواب رو تقسیم بر تعدادشون بکنی. اینجا گفته 5 تا عدد، اون 5 تا عدد با هم جمع میکنی، تقسیم بر تعدادشون میکنی. حالا اصطلاح دوم اصطلاحیه که راجع به اعداد صحیح فرد اومده. من یه توضیح بدم بچه‌ها. ببین خب همتون میدونید دیگه، بالاخره ما تا 12 رسیدیم، لااقل دیگه مجموع زد رو میشناسیم، مجموع اعداد صحیح رو نشناسیم دیگه جزو گناههای کبیره است. ببین مجموع اعداد صحیح زد از منفی بی نهایت حرکت میکنه، عددهاش میاد میشه -2 -1 0 1 2 3 تا بی نهایت هم ادامه داره. این مجموعه میگه مجموع اعداد صحیح. شما وقتی یه سوال رو میخوای اثبات بکنی، یعنی قرار ثابت بکنی فلان اتفاق واسه اعداد صحیح داره میفته، حق نداری از تو این مجموعه مثال عددی بزنی ها. کلا تو سوالات اثباتی مثال عددی زدی با نمره خداحافظی کن، نمره بهت نمیدن. باید اثبات در حالت کلی باشه. اگه میگه راجع به اعداد صحیح، نماینده باید بگیری. ببین پس اگر یاد باشه، اگر گفت عدد صحیح فقط یک کایی مثال میزنی یا انی مثال میزنی یا تی، دیگه حروفش دست خودت هرچی دوست داری، با اینا میری جلو. اگه یه وقت گفت عدد زوج صحیح، خب مشخصه عددهای زوج مضرب 2 دارن، مثلا 6 2 3 تاست، 10 2 5 تاست، 8 2 4 تاست. پس بنابراین با دو کایی، دو انی، دو تی یا امثال هم میری جلو. پس این برای عددهای زوج. و اگر گفت عدد فرد اگر گفت، خب عدد فرد چی هن؟ عدد فرد همون عدد زوجن که یه باید بهشون اضافه شده یا یه باید بهشون کم شده. مثلا 5 همون 4 که یه باید بهش اضافه شده فرد دیگه. پس باید 2 کای به علاوه 1 یا 2 n به علاوه 1
یا میتونستم بگم دوکای منهای یک یا دو n به علاوه یک با امثال هم نمایشش میدیم. پس اثبات راجع به مجموع اعداد صحیح اومد، از این سه حالت خارج نیست. درست شد؟ حالا برم سراغ حل سوال. گفته ثابت کن میانگین حسابی 5 تا عدد صحیح فرد متوالی. خب اولین عدد صحیح فرد رو من به صورت دلخواه یه دوکای به علاوه یکی فرض میکنم. دومی چون قرار متوالی این باشه، عدد فرد دو تا زیاد میشن، 3 5 7 اینا، پس بنابراین دو تا باید این بیشتر باشه، یعنی عدد بعدی رو میگیرم دوکای به علاوه 3، بعدی میشه دوکای به علاوه 5، بعدی میشه دوکای به علاوه 7، بعدی میشه دوکای به علاوه 9. پس بنابراین 5 تا عدد فرد متوالی رو با هم جمع کردم، میانگین حسابیشون یعنی جمعشون تقسیم بر تعداد، پس بنابراین اینا رو من تقسیم بر 5 میکنم. حالا بیایم با هم دیگه خورد سادهش کنیم. 5 تا دوکا با هم جمع بشن که 10 کا بهمون میدن. این عددا هم که 9 و 7 16 16 و 5 21 21 و 3 24 با اون یک میشه 25، اینم بهم 25 میده به روی 5. خب اینجا باید یه 5 ناقابل بالا فاکتور بگیرم، با 5 پایین بزنم دیگه، پس بنابراین پایین بنویسمش. از 5 فاکتور بگیرم 10 کا به 5 بهم 2 کا میده، 25 تقسیم بر 5 هم که بهم 5 میده به روی 5. 5 پایین با 5 بالا فینیش میمونه 2 کا به علاوه 5، 2 کا به علاوه 5 دقیقاً جمله وسطی شد. ببین دو تا جمله اینور، دو تا جمله اونور، دوکای به علاوه 5 جمله وسط. این مثال خوبی بود چون یه دوری یه چرخی تو مجموع اعداد صحیح و مثالایی که میتونه شبیه به اینا بیاد مجبور شدیم بزنیم، ضمن اینکه با اصطلاح میانگین حسابی هم آشنا شدیم. حالا یه جای دیگه از تو بازگشتیم من میانگین هندسی هم بهتون میگم چیه. فعلا این چیزی که لازم بود این بود. اگر متوجه شدید که چه بهتر، اگر متوجه نشدید حتما با آیدی من تو تلگرام ایتا یا تو پیج من تو اینستاگرام بفرستید سوالتون رو، من تو اسرع وقت با جون و دل بهتون جواب میدم. دوستتون دارم. فعلا خداحافظ.